نظارت بر اجرای طوق‌چینی چاه و توسط ناظر معماری انجام بشه. دوستان ملاحظه بکنید، اینو میگن طوق‌چینی چاه. و اون چاهکنی که داخل چاه کار میکنه، اون مغنی، باید ایمنی رو رعایت بکنه، کلاه ایمنی داشته باشه و یه دستگاه دمنده هوا هم باید بذاریم که دچار خفگی نشه. و حتما یه بوقی، شیپوری، چیزی هم باید به اون مغنی داده بشه که توی مواقع خطر بتونه از اون استفاده بکنه و خبر بده که آقا برای من مثلا مشکل پیش اومده. طوقه چاه دوستان باید کلن آجر فشاری باشه. الان ملاحظه بکنید یه رگش رو سفال چیدن که این میتونه در واقع ترک بخوره و بشکنه. باید کلن آجر فشاری باشه و با ملات هم باید کار بشه دوستان. و اون مغنی که داره چاه رو حفر میکنه باید حتما علاوه بر این که حالا این توسط این بالابر اون نخال آب بیرون منتقل میشه، یه طناب هم باید به این مغنی وصل شده باشه برای موارد اضطراری که اگه خدای نکرده اتفاقی پیش افتاد، با اون طنابی که به مغنی وصله، در واقع با اون طنابی که بهش وصل شده بتونیم اون رو به بیرون بکشیم و بوق و شیپور هم که فراموش نشه. تمام میله چاه باید توسط کول پر بشه، یعنی کول گذاری بشه. ملاحظه بکنید کول های سیمانی برو این کسایی که مغنی هستن واقعا شغل سخت و خطرناکی داره. Beleza, mano? Já fazada.